من توجیه‌دادم میرازال خواننده صنف 11 مؤسسه تعلیمی رقم 3 شهر نورنگ میشم. من در محفل فیزیک جهانی اشتراک کرده با همراهی استاد خود قدرت‌الله اوروزوی این اسباب خود را اختراع کردیم. این اسباب اختراع کرده ما استحصال جریان الکتریکی از شمال اتومبیل میشود. مثال در این اسباب ساختگی ما اتومبیل که با سرعت بلند با دو سمت گوناگون حرکت میکند، پره آلومینیمی که شما میبینید در اینجا با چرخ زدن حرکت مکانیکی با میاد. حرکت مکانیکی را ما با ردکتور میدیم. ردکتور تجهیزاتی میباشد که هر یک دور گردش را باز هم برزیاد کردن میگیرد. در این سبب حرکتی که ردکتور برزیاد کرد ما با گنراتور میدیم. گنراتور تجهیزاتی میباشد که با همگان معلوم است جریان استحصال جریان الکتریکی میباشد. هنگامی ما جریان الکتریکی رو استحصال کردیم برای بهوده صرف نکردن جریان الکتریکی، ما در اینجا باز نصب میکنیم اکومولاتور ها برای ذخیره کردن جریان الکتریکی. هنگامی که جریان الکتریکی رو ذخیره کردیم توسط تبدیل دهنده، گرچند که کاری کوفیشنت کاری ما کم باشد، ما این رو توسط تبدیل دهنده 12-13 دلار که مثال ما از اینجا میگیریم بعد 120 ولت تبدیل دهیم. مقصد هنگامی که استفاده بردیم و چی کردیم در شب‌ها این اسباب رو ما میتوانیم در جای‌هایی که دور از در شهرها، دور از شهر و ناحیه‌ها و در بلنک‌ها که در آنجا دسترس نیستند جریان الکتریکی، ما میتوانیم این اسباب‌ها رو آنجا نصب کرده استفاده بریم. هنگام استفاده بردن این اسباب ما نقل‌ها رو با فروزانک‌ها پیوست کردیم که در آنجا در شب از اتومبیل‌ها ما مقصد ما در آن است که اتومبیل‌هایی که تعمیر طلب میشوند از خود استفاده بردن از خود همین جریان الکتریکی از خودشان که مثال استحصال میکنند جریان الکتریکی رو فروزانک‌ها روشنی کنند به یگان ماموریت ماشین‌هایی که اتومبیل‌هایی که تعمیر طلب میشوند تعمیر کنند. و اگر گرچند که کاری کوفیشنت کاری ما بسیار کشید هنگامی که مثال اتومبیل‌ها با سرعت بلند بسیارتر می‌گذرند، مثال جای‌هایی که اتومبیل بسیار است ما می‌توانیم از این اسباب اختراع کرده خود بعد ناحیه‌هایی که مثال نزدیکند ما با آنها می‌توانیم یگان نقل مثال گذرانیم که آنها از نه برای استفاده برای خانه بلکه برای راه‌هایی که در آنجا مثال تاریک و خیلی شب‌ها مثال آدم‌ها راهگذر هستند در آنجا فروزانک‌ها مونده لامپ‌ها گذاشته تا از حساب همین ماشین‌ها قوه بر جریان الکتریکی را داده آنها را مثال روشنی کنیم با آنها. و ما با همراهی دوستانم که مثال باز داریم به اختراعات ما در آینده در آن مقصد این استفاده برده ایستادیم که تنها با استفاده از فایده طبیعت مثال توسط باد استحصال کردن جریان الکتریکی و ما باز در آینده بسیار آرزو داریم و با یاری استاد خود قدرت‌الله اوروزوف بعد بسیار دستاوردهای نو هم مثال نایل شدیم. باز ما با همراهی دوستانمان در محفل آزمون جمهوریوی فستیوال جمهوریوی که تحت عنوان جوانان نورسان آینده ملتند در آنجا اشتراک کرده با سوزدار دیپلم ها از گیر شدیم. خب چخیلی که قید کردن شاگرد میرفزل استحصال جریان الکتریکی از شمال اتومبیل اینجا در وقتی که قوه برق ما استحصال کردیم گفتیم که در اکلیماتور ذخیره میکنیم و بعدا در حالت شبانه میتونیم که استفاده کنیم. همین را معین کردیم که هم اکلیماتوری که ذخیره میکنه قوه برق چخیلی که میبینیم اینجا در لامپه ها قوه مصرفشون یا زیاد است. تمامی چند ساعت میتونن که روشنی دیم. در این حالت ما از حسابی مثال ماشین های اتومبیل های را استفاده برده میتوانیم. هنگامی که زیاد کشید کاری ما بسیار کشید ما میتوانیم در اکومولاتور رو همون قوه رو مثال توسط تبدیل دهنده جریان ذخیره کنیم. حالتی که میشود مثال کوفیشنت کاری فایده‌ای که ما کم میشود در آن حالت قوه جریان کم میشود. مقصد از حسابی همین اتومبیل ها میشود این کار دوامناکی جریان الکتریکی. مثلا 10 تا لامپه فروزان هستن داومی چند ساعت هم اکلیماتور ذخیره کردگی شما میتونید که قوه برق استفاده برای شما کردن. ما میتونیم همون شب رو با همین استفاده از همین لامپه ها و از همون جریانی که وصل کرده است روز کنه باز پورا تامین کردن میتونیم. نوحیه‌های دوردست رفتیم با قوه برق تامین میکنیم. مثلا خوجاگی را معاینه کردن که حسابی چند قدر خوجاگی را با قوه برق تامین کردن. ما همه خوجاگی مثال همه محله رو در نظر نداریم. همون تنها راه‌هایی که مثال ندارند همین جمعی دسترس نیست در آنها تنها با همین حالت‌ها به نظر گرفته مثال یک نقله که مثال برای یک جای دور مثال نزدیک مونده با آنها روشنی کنیم. ما همه‌شون رو در نظر گرفتگی نیستیم در این حالت.
ҳамин асбоби хитона дар ягон ҷо ноҳияҳои ҳамин тоҷикистони хино сохтагӣ ҳастанд имрӯз? сохтагӣ не. дар назара ҳамихе дар назар гирифтагиам, мисол дар озмунҳо дидагиам, дар назди ҷаноб дар фестивал озмунҳо то иштирок карда. мақсад дорӣ ки ҳамира бисозӣ на дар ҳамун ҷои лозимӣ бигзорӣ на мақсад барои оянда обод кардани ҷумҳурии тӯҷумҳурӣ ҳамо. роҳандозӣ кан дар кор бале. муваффақият